یک. دوم مطابق زعم نصارا و ما من اله نیست متصرف کسی که تدبیر امور میکنه نظام دنیا را میچلانه الا اله واحد یک الله است. و ما من اله نیست حاجت روا مشکل کشا نیست حاکم تشریعی قانون بگذاره چیز حلال چیزی را حرام بکنه الا اله یک الله هست. و لم ينتهوا اگر یا قرار نشدن از شرک گویی خود اما یقولون از چیزایی که یا بیان میکنه لیمسن الذین خامخا میرسه به کسانی که کفروا که انکار میکنه از توحید الله منهم از جمع از یا چی میرسه برشان عذاب علیم عذاب دردناک برش میرسه رسید بالکل رسید. افلا یتوبون الی الله قرآن چی کتابی است باز دعوت میده به می مردم دعوت میده افلا یتوبون الی الله چرا یا رجوع به سوی الله نمیکنه توبی به دل بکنه به دل خب به صمیم قلب به زبانم توبه بله و یستغفرونه و بخشش طلب نمیکنه از الله متعال به زبان خود شرکتر کنه کفرتر کنه به توحید الله باز بگرده چرا چه مانع است که یا باز نمیگرده الله اکبر یقینا افلا یتوبون چرا به سوی الله رجوع نمیکنه مردم که آواز میده به سوی پیرانی پیر صاحب به سوی سخی صاحب فاطمه و حسین صدا میکنه چرا الله را چی شده الله نمیکنه آوازی تا نمیشنوه حاجتی تا پوره نمیکنه چی یک وجه برام بگو یک وجه برام بگو وجه از یارا میفهمی چی میگه ما بسیار گناهگار هستیم اینقدر رویسیا گناهگار هستیم که مستقیم با الله روبرو شده نمیتانیم از همون خاطر رو بیاریم طرفی نازدانه در طرفی نازدانه که رو بیاریم خیلی خوب جناب محترم شفقت و مهربانی الله سری تو زیاد است از نازدانه بگو اگر گفتی که شفقت و مهربانی نازدانه سرم زیاد است با وصفی که خیلی گناهگار هستم نازدانه میپذیرم را خو الله نه باز خودی معلوم شد که صفت رحمانیت به نازدانه ثابت کردینه با کی رحمان چی مانا زیاد مهربان که هیچ کسی به مهربانی الله رسیده نمیتونه گفتم که الله رحمت خدا چند جز جور کرده بود 100 جز یک جز در کلی مخلوق توزیع کرده پرنده حیوان انسان جنیان کلی از یا 99 جز رحمت الله برای خودی الله است. حالی تو مقایسه کو جناب محترم تو کی رحمان گفتی الله را یعنی نازدانه تا به اصطلاح خودی کدام نازدانه سند داری سر نازدانگی ازی ها تو کی کدام کس آواز میدی کدام کسی که آواز میدی بابایت است بابا ها پدر کلان قوم است گور شده اوجا هر منطقه مو بابای چی کرده بری خود زیارت امو بابا را بری خود چی کرده چون که باباست از کلگی قبرش چی کرده یک گنبد درش جور کرده این فلانی باباست بابا خیلی نازدانه شده آدم باباش خوب است ها نکاح کرده برو اولاد تولد شده بره طلاق داده برو صحیح است که بابا جور شوی خلاص است دیگه پرستش ادام میشه آوازان برد میشه هر چیز حاجت روا مشکل کشا شفا دهنده هر چیز تو جور میشه الله متعال رحم بکنه افلا یتوبون الی الله چرا یا رجوع به سوی الله نمیکنه الله توبه قبول نمیکنه و استغفرونه و بخشش طلب نمیکنه از الله متعال کدام قصور کوتاهی گناهی که داره از الله بخشش طلب بکنه باز چی میگه الله والله غفور رحیم الله مهربان ذات است بسیار مهربان غفور صیغه مبالغه است برابری مهربانی الله هیچ کس مهربانی رحیم رحم کننده است مصیبت از همه تکلیفا نگاهت میکنه محو میکنه سری گناه اگر تو واقعا با صداقت قدمی تا بگذاری چرا رجوع نمیکنه نه باز هم در راه خود روان هستن این آواز در او زمان برای یهود و نصارا است خب به موت هم است مسلمانان را الله متعال میگه قرآن نمیشنون مسائل دین خوب در ذهن خود جا میده لیکن اون طرف که میره بازم و پایش که میلخشه یا پیرانی پیر صاحب الله را صدا کو الله بندی الله مل مسیح ابن مریم نیست مسیح علیه السلام بچه مریم بی الا رسول بجز از یک پیغمبر دیگه صفت ها نداره نه این صفت چیست قصر اضافی است به نسبت الوهیت الله نیست حاجت روا مشکل کشا قابل بندگی و پرستش نیست رسول است یک
او وصف رسالت منافات با وصف چی داره؟ الوهیت. چرا رسول فرستاده شده می باشه؟ کی می فرستشه؟ الله. الله رسول شده نمیتونه. یک دلیل قد خلت من قبله الرسول. و مردم شما اگر معجزاتی از این قابلی از این میدانی که باید یا ماجت روا مشکل کشا شوه ایرا ما معبودی بر حق بدانیم. انبیاء سابقه هم اینطور معجزات داشتن، خیروارم معبود بگوینه. پیغمبرای دیگه هم عجایبات داشت. وارا معبود نمیگه، وارا میگه که پیغمبر است. خب عیسی علیه السلام هم معجزه داره، ایران پیغمبر بگیره چرا الله میگه؟ یک. دو و امه صدیقه، مادر از صدیقه است. صدیقه است. مفسرین نوشته میکنه که در این مقام اعلاترین صفت از یار ذکر کرده رویست. اعلاترین صفت در عیسی علیه السلام رسالت بود، گفت رسول. اعلاترین صفت در مریم صدیقیت است. از او خاطر میگه که نبی نیست، مریم نبیه نیست، بلکه زنا پیغمبر نشده تا آلی را. چرا؟ صدیقیت منافات با امر الوهیت داره. صدیق کسی است که تایید دعوای پیغمبر کرده، الله شده نمیتونه. پس چطور وقتی مادر داره و او هم صدیقه است؟ شما مریم خصیوم الله جور میکده، این چطور عقیده شماست؟ قطعا منافات داره. خب چرا زنا پیغمبر شدن نمیتونه و واقعا نیست؟ پیغمبر اول منصب رسالتش چیست؟ تبلیغ، رساندن احکام الله. ابتدای زندگی پیغمبر یک دفعه مطالعه کنی که در کجا رفته، بوتا پر از چی؟ خونا میشد. زن همی قدر توان داره، مقاومت داره. کانا یاکلان الطعام، دیگه وجه عدم الوهیتش. کانا عیسی علیه السلام و مادر هر دو بودن یاکلان که میخوردن الطعام. خوردن طعام منافات به الوهیت است، حاجت به طعام است. یکی دوم طعام که کسی میخوره بس قضای حاجت هم میده. انظر کیف نبین، بی مخاطب چه قسم نبین، واضح بیان میکنیم جدا لهم برای همی مردم، برای فهماندن مردم، الآیات دلایل یکتا پرستی الله را که یک کسی هم برای الله شریک نیست. ثم انظر، ای آیت ها را ببین، این دلایل قناعت بخش موثر که در قلب آدم تاثیر داره، ساده بسیط که هر کس سرش میفهمه، چشم چیسته افتوار روشن است. باز یاره ببین، ثم منظر، باز ببین مخاطبی می بدبختا را انا یؤفکون، کدام طرف چفه میشه. باز هم در پشتش ترکیوان است. مسلمانای ما را بگوی قرآن ببی، دلایل ببی، باز ببی که دل جور کرده در مزار رفته رایسته. کجا بود فلانی خاندان؟ همون کسی که توقعیت نمیاد ولی امروز خانه نبودن، کجا رفته بودن؟ اوپیان شریف رفته بودن. اوپیان شریف در اونجا رفته بود. این خود ترجمه آمده بود. نه سری از یاد ترجمه کار نکرده. خیرت چرا کار نکرده؟ پیرشان آمده بود برش گفته بود که نه اولیاء را، زوری اولیاء را کس نداره. زوری اولیاء را که اولیاء بره. کدام ولی؟ چه قسم ولی؟ قناعت بخش دلایل است، دلایل مکمل. عیسی علیه السلام مادرش الله شده نمیتونه. الله کدام ذات است؟ کدام ذات باید الله باشد؟ این دلیلی است که ابراهیم خلیل الله برای پدر و قوم خود پیش میکرد. ساده دلیل، ساده. چوپان، مامور، شاگرد مکتب، کلینری، چیسته بگو موتر، میستری، کلگی سرش میفهمه. بسیار دسته صفت. کدام صفت؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام اگر یاز حق رو گردانی میکنه، یکتا پرستی الله را نمیپذیره، برش بگوی اتعبدون، یا شما عبادت میکنی من دون الله، بغیر از الله، ما از او معبودایی که لا یملکم، در اختیار نداره، لکم برای شما ضرر ضرر رساندن اگر عبادتش ترک کنی، ولا نفع نفع رساندن هم در اختیار نداره اگر سالا عبادتش بکنی. والله هو السمیع العلیم، الله امی الله نه کسی دیگه، السمیع شنونده دعاها فریادا مشکلات دان است، العلیم میدانه که در کدام مشکل گیر آمده مشکل پورا کرده میتونه، کدام چیزایی را که شما عبادت میکنی و بیچاره نه مالک نفس نه ضرر. اینجا ما را مردم میگه غیر ذوی العقول است. اینا بوتا را گفته اینجا خوب پیغمبران را نمیگه، اولیاء را نمیگه. نه، سیبوی سب چی میگه؟ ما حقیقت مشترک است بین ذوی العقول و غیر ذوی العقول، در دوش میاد. یک اینجا الله میگه امی ذوی العقول
که شما معبود گرفته لیکن آنقدر چیست عاجز است مثل که یک چیزی عقل نداشته باشه که نفع ضرر رسانده نمیتونه یا نمیتونه. نفع ضرر کی رسانده میتونه؟ غیر از الله دیگه کس رسانده میتونه؟ ما فوق الاسباب رسانده نمیتونه نفع ضرر. خب پس الله او معبود او ذاتی میباشه که یا نفع برات برسانه ضرر از پیش دفع بکنه. چطور نفع؟ آلی خب شما دیستی میگی که مولوی صاحب نفع رسانده، مردم در زیارت رفت از 13 سال اولادش نمیشد، در سخی صاحب رفت پس چیش کرد؟ اولاد کرد، نامش هم سخی داد من. خب سخی صاحب کی رفت؟ بله. چطور اولاد شده؟ قطعی ملنگ خو نکده باشه که بچه ملنگ جور شده باشه، اولاد کده. نعوذ بالله سخت حالت است، اینقدر جهالت است که پرسان نکن. واقعات پیرا براتان که تاویزا میده براتان قصه شوا، باز بعد از او گپا براتان واضح میشه که چی گپاست. در این ملک الله اکبر یک حکومت و یک کسی هم اعلان نکرد که اینمی مردم اول بعد ما اعدام بسازیم، که مردم ها را تباه کی صبوری کرده، زنا قتلش کرده، بی عزت کرده، بی پرده کرده. هندوم غرفه را برای خود جور کرده، لوحه را گذاشته. ما استخبارات و جاسوسات ترجمه قرآن میام ولی نمونجا نیم. اگر واقعا به دین خدمت میکنی، زنی مسلمانی در پیش هندوی خبیث نشسته است، او گاهی دست در شانش میزنه، گاهی در رانش میزنه. تو را تعقیب کو، ملای مسجد تعقیب کرده رایستی کشکش که چرا اینطوری آیت اینطور ترجمه کردی یا اینطور گفتی؟ اگه غیرت داری که به یک کی امور مشروعیت میده، کی هسته که امور بگه که رواست؟ تو به این دو اجازه داده که اینجا مردم اغوا کنه، مردم بیدین بسازه. در درمسال بچه آمده بود گفت مرا در درمسال بردن غسل دادن، در درمسال بردن غسل دادن. دختری جوان و بچه جوان پیش این دو نشسته است، طالع خود سعی میکنه که آینده ما چی رقم است، یا آدم مسلمان است یا کافر. کسی که این دو را عالم الغیب بدانه مسلمان است یا کافر. سخت حالت است، امیالی روان است. بری غرفه را ببین، فال سعی میکنه، طالع تا سعی میکنه. طالع چی است؟ فال چی است؟ نه مولوی صاحب در قرآن سعی میکنه، یک سعید است در قرآن سعی میکنه. دیگه چی میگه؟ در تسبیح میزنه، تکو 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 تکو. اینی طور شد. عجیب است، تعجب است. حال جهالت در کدام سر حد میرسه؟ بله خدا روز قیامت به الله جواب دادنی هستیم. تنها ملا نه، ملا و امر یوزه و رئیس و وزیر و کلگی همسایه نمی تاویزگر همی آجی خوش به چیسته با آجی صاحبم یک دانه مرغ روان میکنه، گوشتیش خورده رایست. در پاکستان ما که یک ملنگ پراندم، او مرغا را کلش مولوی صاحب، این مولوی صاحب اونجا بود الحمدلله. چیسته مرغا را در یک میداد، یک خب قاتل بود، زن برادر خود یک نفر قتل کرده بود، با واسه که بیگناه بودن، خود سرشار معرفی کرده بود. 2 مرتبه تفنگ گرفته سرم آمده، 2 مرتبه که میرم ایزنم. در عید رفتیم پیش پدرش خب دیندار آدم بود، در پایم افتاد گریان میکردم، آدمی تفنگ دار. و مولوی صاحب 2 دفعه در جانت آمدن که قتل میکرد. یک دفعه بیخیدم اتاقی رسیدم، مار گفت حمله کرد سرم از سردری، یک خانه فقیری و چی بود، یه تو گریختن کردم که پرسان نکن. دیگه دفعه در مقبره گفت یک نفری سفید خیست داده بیروی. من گفتم الله حفاظت کرده وگرنه تو خبیث. من گفتم چرا میکشتی مرا؟ میگه مرغای مرا گرفتی از من قطع کردی. ملنگ دوان دی من 4 شنبه بر 4 شنبه گفت 2 3 4 دانه مرغ اینجا او برای من می آورد. تو گرفتی کلش قطع کردی؟ گفت نمیموندم. اینطور است. اینی حالاتی ملک ماست. هنوزم بشینیم میگیم نه ما خب مسلمان هستیم. خب مسلمان هستیم. قل بگوی پیامبر علیه السلام یا اهل الکتاب، یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم غلو، از حد تجاوز نکنید در دینتان، غیر الحق بنا حق، او طور حد تجاوز که ناحق است. ولا تتبعوا، شما تابعداری نکنید اهواء قوم، خواهشات قوم را، قد دلوا که گمراه شده، یعنی از خود بدعت‌ها را جور کرده، مردم در گمراهی مبتلا کرده، من قبل و پیش ازی، و ادل دیگه مردم دعوت هم به سوی شرک و بدعت داده گمراه ساخته.
کثیرا بسیاری را خودم گمراه دیگران هم گمراه ساخت. و دل گمراه شدن عن سواء السبیل از راهی که برابر و درست. نصارا اینجا اصل اگرچه غلو مطلقاً بد است، در سوره نساء ما و شما تیر کردیم اونجا مخاطب یهود و نصارا هر دو بود، از دو خاطر غلو در اوجا دو معنا داشت، هم زیادت هم کمی. چرا که یهود کمی میکردن در حق تعظیم انبیاء علیهم السلام و پیغمبران را ولد و زنا میگفت. نصارا غلو میکردن، افراط میکردن. اینجا خطاب برای نصاراست، از او خاطر مراد از غلو زیاده رویسته. قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم، شما زیاده روی نکنید در دینتان غیر الحق. او غلوی که ناحق است، او از تجاوز افراطی که ناحق است. معلوم شد که نصارا افراط کردن. چرا؟ پیغمبری خود چی معرفی کردن؟ یا عین الله، یا سیوم الله، یا چی؟ ابن الله. یکی از این کارا را برش چی کردن؟ مرتبه پیغمبر، مرتبه الله را برش داد. نعوذ بالله. ابن الله طور که راستی الله زن داره. همیشه آثار پدر در چی بچه دیده میشه. کدام صفت یا رنگی که الله داره میگه نعوذ بالله در عیسی علیه السلام دیده میشه. همیشه بچه در مال و ملک پدر چی میکنه؟ تصرف میکنه. میگه عیسی علیه السلام همین قسم در ملک الله تصرف میکنه. همیشه بقایای میراث پدر به کی میمونه؟ به اولاد میمونه. و هم میگه که الله همین تصرفات خود به کی داده؟ به عیسی علیه السلام. امروز همین عقیده را مسلمانی ما در حق اولیاء داره. در حق کی داره؟ ما از کرامت منکر نیستیم، ما ولایت قبول داریم. خو ولی را در مرتبه ولایت قبول داریم، نه در مرتبه الوهیت که معبود بسازیم شه. معبود کی میشه؟ این نظر به نام یزو بکنیم. نظر عبادت هست یا نه؟ وقتی به نام یزو کردی معبود ساختی یا نه ساختی؟ ها؟ دعا چیست؟ دعا عبادت تسلیم در حدیث میگه هو العباده. تو آواز که به کی میدی؟ به ولی سه. معبود جور کردی شه. سجده برای کی؟ طواف برای کی؟ برای کیست؟ تو گفتی قبر ولی را طواف کرده رویست. حاضر و ناظر دانستن صفت کیست؟ توی قبر دانستی. آواز شنیدن بلا اسباب و وسایل صفت کیست؟ علم داشتن بلا اسباب و وسایل صفت کیست؟ مشکل حل کردن بلا اسباب و وسایل صفت کیست؟ تو خو اینه قبر کردی. ما کرامت و ولایت قبول داریم، خو لیکن ولی را در مرتبه الوهیت قبول نداریم که از پیشش الله جور کنیم. نعوذ بالله. امروز مردم ما اینمی عقیده که نصارا افراد در حق عیسی علیه السلام کرده، مردم ما افراد در حق کی میکنه؟ اولیاء. وقتی کی را رد میکنی فرد نام چی است؟ از دین خارج میکنه، میگه وهابیست. وهابی پیدا شد. چرا اولیاء را قبول نداره؟ برادر ولی قرآن در قرآن آمده اینه چطور آدم قبول نکنه کافر میشه آدم ولی. خب ولی کی را میگه؟ ولی کی است؟ بشناسیم شه. قرآن معرفی کرده. از آیات قرآن برای ما واضح شد که غلو دو قسم است. از حد تجاوز کردن دو قسم است، یکی غیر حق است، یکی به حق است. غلو حق کدام میگه؟ در وسایل پیشرفت کردن برای دین، برای ترقی دین وسیله جدید پیدا کردن، ایره غلو میگه، لیکن حق است. یکی غلو ناحق است، یکی حق است. در دین اگر از حد تجاوز میکنی در داخل دین حد دین مراعات نمیکنی، غلط است، نادرست است او نارواست. یکی ایست که در دین نیست، تو پیشرفت کرده ای دیگه پیشرفته ای لیکن در دین نیست، در وسیله دین است. این ما و شما دیگه تعبیر هم داریم. یکی بدعت در مقاصد است، یکی بدعت در چی؟ وسایل. بدعت در مقاصد حرام ناروا، بدعت در وسایل چی است؟ روا. یا دیگه را یکی بدعت در چی است؟ بگه لد دین است، یکی چی است؟ فد دین. بدعت در فد دین. پیغمبر علیه السلام گمراهی گفته من احدث فی امرنا، نگفته ل امرنا. یکی لد دین است. پس او اسباب و وسایلی که برای ترقی دین تو نو کار میگیری و خیلی پیشرفته است هیچ پروا نداره. مدرسه ساختن، کتابات تصنیف کردن، استادای منظم مقرر کردن، دوره تفسیر به این سیستم گرفتن، این بدعت لد دین است یا فد دین است؟ این لد دین است، وسیله است. اصل دین خود ترجمه قرآن است. مردم ها فرق نمیکنه. قرآن کریم اینجا برای ما بیان میکنه. آلی کسی که غلو میکنه ولو که غلو ده مقدار میکنه، ده زمان میکنه، ده مکان میکنه، ده کیفیت میکنه، ده هر چیز که زیادت میکنه، این نارواست.
از همون خاطر ما بدعت دیگه تقسیم چی میکنیم؟ حقیقی بگه اضافی. حقیقی کدام بدعت میگه که اصل شی نبوده تو پیدا کردی میلاد داری. اضافی کی را میگه که اصل شی هست، کیفیتش تو چی کردی؟ تغییر دادی. دعا هست، خیرات هست، تو کیفیتش تغییر دادی. متصلی پس از نماز جماعت کردی، به هیئت اجتماعی کردی، به یک وضعیت خاص، یعنی کیفیت تغییر داری، بدعت میگه. از همون خاطر الله متعال بنی اسرائیل میگه که شما غل و در دین نکنی غیر الحق، ولا تتبع اهواء قوم، تابعداری خواهشات قوم نکنه. بله همیشه سبب بدبختی مردم یک جماعت میباشه، یک جماعت سبب بدبختی کلی مردم. حالی که شما ارزیابی کنی بعضی قریه ها را، در کدام قریه که مبتدی وجود داره یک دل از مردم چی کرده؟ تباه و گمراه و برباد کرده، از همه خیر محروم. چرا؟ قد ضلوا من قبل، که پیش از پیش یا گمراه بودن، یعنی بدعت از اول ایجاد کرده بودن، من قبل پیش ازی، و ضلوا گمراه کردن کثیرا زیاد دیگران هم دعوت دادن برای بدعت خود. اینا شرک و بدعت مردم دعوت دادن و ضلوا گمراه شدن عن سواء السبیل، از راه درست و برابر، به نام ازی که بدعت حسن است. نامق برشمان ابلیسی لعین چقدر مکار است. به عجیب طرز انسان در گناه مبتلا میکنه. لیکن آنقدر که خوش ابلیسی لعین در عمل بدعت میشه، در گناه زنام نمیشه، در گناه سودام نمیشه. چرا؟ یک آدم که او را گناه کرده، گناه شمرده شده، میتونه یک روز در درسی ترجمه قرآن آمد، یادش آمد که فلان وقت سود خورده بودم، فلان وقت زنا کرده بودم، همین حالی آب دیدیش میریزه که الله بسیار بد کردم، توبه میکنه بخشیده میشه. ابلیس لعین میگه خوریم مکمل بس میره. یک قدر ایره کوشش کردم در زنا مبتلا کردم، در سود، آخرش توبه کرد، الله با معاف کرد شه. وقتی که بدعت انجام میده، شیطان در کالای خود جای نمیشه. چرا؟ بدعت از حیثیت چی کرده؟ ثواب. از پیش توبه میکنه؟ نمیکنه. این همین جاست که شیطان میگه بسیار کامیاب شدم، آلی خواریم عبس و به جای نمیره. چرا؟ این آدم این کاره به خاطری به نیت ثواب کرده رویسته، از او خاطر بدعت خیلی بد است. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود. عجیب است. یا میگفتن ما اولاد انبیاء علیهم السلام هستیم، قابل قدر و قیمت هستیم، عزت داریم. خب مردم عزتمند مورد لعن قرار میگیره؟ گپ این نیست که شما خدا نسبت بدی به نسبت ها خلاص نمیشه. لعن الذين لعنت کرده شده و کسانی که کفروا کافر هستند، ولو که اولاد انبیاء علیهم السلام هستند، یعنی مورد لعنت قرار گرفتن. من بنی اسرائیل، از اولاد یعقوب علیه السلام، علی لسان داوود، به زبان داوود علیه السلام، یعنی در کتاب داوود علیه السلام زبور لعنت از جا ذکر شده.